أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آخوندهای مدعی امامت، بتپرستان امام پرست راست میگویند، فریبکار نیستن، مکار نیستن، تلویزیون بازه یه ایمیل بزنن میاریمشون همینجا با هم حرف میزنیم. فقط ثابت کن که امام زمانی هست، تموم شد، ما همه شیعه میشیم علنا در میان مردم. اما اگه ثابت نشد، ما نمیخوام ازشون سنی بشن، فقط اعلام بکنند ما اشتباهیم، که گناه مردم به گردنشون نباشه. این همه جرم و جنایت که در تاریخ انجام دادن و جنایت هایی که الان بر صحنه سیاسی کشور میشه، نتیجه همین تفکر شومه، نتیجه همین توطئه شومه، نتیجه همین کفر ظاهره. توجه میکنید؟ تا مردم راهشون مشخص بشه. اون موقع مردم خود میدانند که با این روباهان چیکار بکنن. خب آقا، پس بعد از این که چهار فرقه شدن، آمدن عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب و چنان دربارش غلو کردن که خدایش کردن. همچنان که امروز امامیه اثناعشری تمام صفات خدا را داده به این موهوم سرداب، اصلا دروغی بیش نیست. و از جمله این فرقه های مدعی تشیع پیروان ابو منصورند. یک بی سواد بود، خوندن بلد نبود و ادعا میکرد که ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه وصیت کرده براش که بعد از مرگش اون وصیش باشه و امر بهش داده. دوباره ادعا کرد که علی رضی الله تعالی عنه، ببینید باندها رو چطوری در تاریخ و اسلام بازی کردن، که هم علی هم نبی بود و هم رسول، و همچنین حسن و همچنین حسین و همچنین علی ابن حسین و محمد ابن علی، و اینکه منصور پیغمبر خودشین و نبوت در 6 نسل از اولادش میمونه، آخرینش هم قائمه. همه اینها رو نوبختی جمع کرده علاوه از کتب اهل سنت. و این بود که ترور رو با عنوان یک وسیله شرعی ظاهر کرد و گفت هر کسی که با شما مخالفت کنه کافر مشرک بکشیدش، حلال الدمه. و همین کار امروزه رژیم خبیث ایران و تمام مخالفانش انجام میده و ادعا میکرد که این جهاد خفیه، این تروریسم، این قتل و کشتار جهاد خفیه. و گمانش این بود که جبرئیل علیه السلام از پیش خدا براش وحی میاره و اینکه خداوند قرآن پیغمبر رو محمد رو به تنزیل فرستاده و او رو بر تعویل، یعنی قرآن داده به او به محمد، اما بر تفسیر قرآن اینو فرستاده.